هوا سرد شد یهو. آره سرد شده. الو مامان. پسرم سمت راستتو نگاه کن. کاپشن منی. آره کاپشنت دیگه. این اینجا چیکار میکنه؟ دیگه بذار برای تعریف کنم. داشتم لباساتو تمیز میکردم که دیدم کاپشنتو نبردی. سری رفتم آب و هوای استرالیا رو چک کردم. دیدم که هوای اونجا قراره سرد بشه. برای همین تصمیم گرفتم کاپشنتو برات بفرستم. کاپشنتو بسته‌بندی کردم و انداختم داخل رودخونه. یه آدم اجیر کردم تا کاپشنتو از رودخونه برداره و ببره به سمت مرز ترکیه. از اونجایی که قبلا من و رئیس جمهور ترکیه توی یه گروه جاسوسی بودیم، باهاش رفیق شده بودم. بهش گفتم کاپشنتو ببره به فرودگاه و به هواپیمایی که به سمت استرالیا حرکت میکنه بده. به خلبانا هم گفته بودم وقتی داشتن از بالا سرت رد میشدن کاپشن رو بندازن پایین. یه آدم دیگه هم اجیر کردم تا کاپشن رو از جنگل برداره و بیاره پیش شما بذاره. آره دیگه و اینجوری شد به دست تو رسید. الو